آیا مبایعه‌نامه کاغذی برای اسناد جدید معتبر است یا نه؟ قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول توسط دولت ابلاغ شد و بنابر این قانون از تاریخ 3/4/1403 تمام اسناد صادر شده توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور که از رنگ قهوه‌ای و کرم به رنگ سبز تغییر رنگ پیدا کرده، انعقاد هر گونه قرارداد از مبایعه‌نامه، مشارکت در ساخت، پیش‌فروش و غیره به صورت دستی و کاغذی برای اسناد جدید فاقد اعتبار است و چنانچه مبایعه‌نامه کاغذی برای این اسناد تنظیم بشه و در صورت بروز هر گونه اختلاف ما بین متعاملین هیچ مرجع قضایی و دستگاه اجرایی به شکایت شما رسیدگی نمی‌کنه. اما اسنادی که قبل از 3/4/1403 صادر شده، این اسناد هستند که شما میتونید در سامانه کاتب توسط مشاور املاک قراردادتون ثبت کنید و پس از اخذ کد رهگیری پرینت کنید و قرارداد پرینت شده توسط مشاور املاک و متعاملین امضا بشه و دارای اعتبار کافی هستش.